بیش از 60 دانشجو شهید شدن. از جنگ 12 روزه تا امروز حدود 10 استاد به شهادت رسیدن، مستقیم هدف حمله بودن، نه اینکه در یک حادثه، در یک بمباران شهید شده باشن. نه، آمریکا و اسرائیل مستقیم اونها رو هدف قرار دادن. این جنایت ها هم مسئولیت بین المللی میاره، هم مسئولیت اخلاقی میاره و حافظه تاریخی ملیت ها رو نسبت به ادعاهای آمریکا دیگه مشحون از تنفر خواهد کرد. آیا میتونه کند کنه روند؟ ببینید، هدفشون از این حملات این هست که توسعه علمی ایران رو متوقف بکنن، در حالی که من باید بگم توسعه علمی ایران یک دستاورد مشترک برای همه بشریت هست. دلیلش همینه که شما استادان و محققان و پژوهشگران فراوانی می‌بینید در دانشگاه‌ها و در آزمایشگاه‌های خارجی. بنابراین جا داره که دانشگاهیان جهان بیش از این فعال بشن برای حمایت از علم و عالم در ایران. اما چرخی علم در ایران متوقف نخواهد شد. ما بعد از انقلاب میلیون‌ها فارغ التحصیل و دانش آموخته داریم و همکنون حداقل 1 میلیون دانشجو داریم، هزاران پژوهشگر داریم. مگه میتونن با انهدام چند ساختمان و ترور چند استاد این چرخه رو متوقف بکنن؟ این چرخه پایان ناپذیره. نعمت الهی است که خداوند به ایران داده، هوش و استعداد سرشار ایرانی هست. این استعداد هم دوام بیشتری پیدا میکنه، هم عزم ایرانی ها قوی تر میشه. عزم ایرانی ها جدی تر شده برای اینکه انشالله نه تنها این گذشته رو بازسازی بکنن، بلکه با جدیت بیشتر و برای پیشرفت ایران